خواستم ببینم که این جهادی که اهالی غزه کردن بر علیه اسرائیل سال گذشته، با وجود توان این بزرگوارا که خب همه میدونن در مقابل اسرائیل کاری از پیش نمی بردن، شما این فعالیت، این جهادی که این آقایون کردن رو تایید میکنید؟ با این بضاعت چه مالی چه نظامی چه از همه نظر در مقابل یه قدرتی مثل اسرائیل، آیا این کار شما تایید میکنید از نظر یک دعوتگر اسلامی؟ ببینید برادر عزیز، شما خودتونم میدونید حتی رسانه‌های اسرائیلی هم این رو تایید کردن که اگر حملات 7 اکتبر سال 2024 صورت نمی گرفت، اسرائیل آمادگی داشت که همچین یک جنگ بزرگی رو به راه بیاندازد. شما که دیگه طبیعتا این رو باید شنیده باشید. اسرائیل چی به راه بیاندازد بزرگوار؟ خب میخواست این منطقه رو پاکسازی بکنه، میخواست نوار غزه رو از دست حماس بگیره. اینو از کجا شما همه رسانه ها، همه تلویزیون ها، کانال ها، محللین سیاسی، نظامی، همه اینو گفتن. یعنی چیز پنهانی نبوده، این برنامه اسرائیل بوده. وانگهی شما یک فرد مسلمان هستی و بسیار من عقاید شما رو خیلی من علاقه دارم، ولی این حرفی که شما میزنید یه گمان زنیه، نهایتش گمان زنی بوده. من که اصلا همین چیزی رو نشنیدم. شما اگر خبر مبصری دارید اگر بفرمایید الان بذارید رو آنتمون ببینیم کی چنین صحبتی کرده بوده که اسرائیل قراره که حمله کنه، غزه رو پاکسازی کنه و اینا پیش دستی کردن. این شما بفرمایید از کجا میگید اینو؟ چشم، من اینو براتون میارم. اینو براتون میارم. خب الان کمی من فرصت بدید که من اینو پیدا بکنم، چون من تعجب میکنم که شما چرا اینو نشنیدید. وانگهی من هرگز نشنیدم. وانگهی شما در یک منطقه‌ای رو در موردش دارید صحبت میکنید که اسمش هست نوار غزه. شما با نوار غزه آشنایی دارید از نگاه جغرافی؟ بله، جغرافی که بله دیگه. خب اگه نداشتیم در شمال و جنوب، بله، در شمال و جنوب و شرق نوار غزه کی است؟ شمالش که خب لبنان، جنوبش که مصر، در شرقش هم که خب اسرائیله. نه، شمال و جنوب و شرقش اسرائیله، همش دست اسرائیله. نه دیگه، شمال غزه بله درون اسرائیل، درسته، شمالش هم اسرائیل. همش دست، حتی اون قسمت مرزی که در رفح با مصر داره دست اسرائیله. درست است یا نه؟ این ورش هم که دریا هست، بحر است که دیگه اونم دست اسرائیله. درست؟ بله. ما داریم از یک منطقه‌ای صحبت می‌کنیم که حدود بعد از آزادی نوار غزه، از خروج سربازان اسرائیلی تقریبا از حدود 15-16 سال به این طرف، این منطقه در محاصره اسرائیل بوده. هیچ چیزی وارد غزه نمی‌شد الا به اجازه اسرائیل، هیچ چیزی هم از غزه خارج نمی‌شد الا به اجازه اسرائیل. عملاً غزه تبدیل شده بود به یک زندان بزرگ برای مردم غزه. درست است یا نه؟ درسته، بله، اینا درسته، بله. خب الان شما مثلا خودتون رو تصور بکنید در یک زندانی باشید، 1 سال نه، 2 سال نه، 10 سال نه، 15 سال، 16 سال در یک زندانی که نمیتونید خارج بشید، نمیتونید هیچ کاری بکنید. الان شما مثلا به خاطر نجات خودتون داد بزنید، از هر وسیله‌ای برای شکستن این محاصره استفاده بکنید. آیا یک نفری بیاد شما رو بگه که شما کار بدی انجام دادید ناراحت نمیشید؟ نه ببینید آقای انصاری، این حرف شما از نظر اخلاقی کاملا درسته، از نظر حقوقی کاملا درسته، اما ببینید آیا این عزیزانی که این کار رو کردن، اولا که هیچ مسلمانی در دنیا نیستش که اسرائیل رو تایید بکنه مگه اینکه بعد خود فروخته‌ای باشه. این از این. و چه شیعه چه سنی اهالی غزه رو دوست دارن. حالا من خودم در جامعه شیعه هستم، ولی احساس میکنم حتی شیعیان ایران هم به غزه به نوعی دیگه نگاه میکنن تا اهل سنت. حالا وارد مسئله نمیشم، اما این کسانی که این کارو پارسال انجام دادن، ولو اینکه حقم با اینها بوده، کاملا حق با اینها، کام مثال شما در مورد زندان قبول دارم، واقعا زندانه، واقعا حقارت و سرشکستگی، واقعا سخته، اما وقتی که زور اینها نمیرسه بر علیه این دشمن متاسفانه قدرتمند، آیا کسی بود که پیش بینی نکنه که کار اینها به اینجا خواهد کشید
ببینید اون روز اولی که اینا این کار رو انجام دادن، متاسفانه سران غزه اومدن توی قطر نماز شکر به جا آوردن، ایران هم بارها پخش کرد. خب آیا این نماز شکر اینها، من که 1000 بار دورتر از اون ماجرا هستم، تصور همچین روزایی رو میکردم. خب چرا اینها این کار رو انجام دادن؟ برادر ما که نمیگیم حق با اسرائیل، که حق با اینهاست، اما تا جایی که تو قدرت نداری در یک ابرقدرتی بیستی، کارت به اینجا میرسه که الان بحث بر اینه که از کلشون از این کشور اخراج کنن، که امیدوارم این اتفاق نیفته. خب اینو قبلا هم این کارو ببینید برادر عزیز، قبلا هم در سال 1946 هم این حرف رو زدن که غزه رو باید کلا خالی بکنیم، هر کسی که در غزه زندگی میکنه از اینجا باید اخراج بشه، اما نشد. بله. ببینید انشالله نمیشه. منتها یک مسئله هست. بله معیار بفرمایید. عاقبت امر اینها به امروز افتاده که تمام متاسفانه فرمانده‌هاشون کشته شدن، کشور کلا ویرانه و متاسفانه و با کمال تأسف می‌بینی که هیچ کشور اسلامی هم پشت اینها در نیومد. ببینید این خیلی فاجعه است که هیچ کشور اسلامی محکم پشت اینا در نیامد که اسرائیل احساس خطر بکنه. وقتی که چنین پشتوانه سست اینها داشتن، چرا این کار را انجام دادن؟ من اینو میخوام بدونم. شما فرد بسیار فاضلی هستی و واقعا من برنامه‌های شما رو پیگیری میکنم، استفاده میکنم، با وجود اینکه شیعه هستم، البته شیعه موحد هستم به لطف خدا. دوست دارم شما یه توضیح بدید، ما لااقل من بدونم که این چه توجیهی پشت این کار بسیار نادرست بوده، به چه نتیجه اینها رسیدن. من نمیدونم این آوتپوت این کار چی بوده، چی محصل اینها شد، من نمیدونم واقعا از نظر صادقانه منصفانه نمیدونم چی گیره اینا اومد. ببینید برادر عزیز، این که شما شیعه موحد هستید، برادر مؤمن ما هستید و ما تقیه که نداریم، میدونید، یعنی اگر شما با این توحید و با این عقیدتون از این دنیا برید، آرزو میکنیم که الله سبحانه و تعالی شما رو با پیامبر و با اهل بیت و با اصحابش محشور بکنه. ممنونم. درود بر شما. سلامت باشید. ببینید معیار شکست و پیروزی در نزد مسلمان ها و انسان های آزاده، تنها مسلمان ها نه، انسان های آزاده، تعداد کشته ها، خراب شدن شهرها و اینها نیست. شما در جنگ های آزادی، مثلا در ویتنام، در کمبودجا، مثلا در خیلی از کشورهای غیر اسلامی میبینید که صدها هزار نفر کشته میشن، شهرها خراب میشن، اما اون ملت در نهایت پیروز میشه. امروز اگر غزه خراب میشه، اگر 50 60 70 هزار نفر کشته میشن، هر انسانی که حتی مسلمان هم نباشه، انسان باشه، ناراحت میشه از این. اما این بهای آزادی است. این بهایی است که انسان برای آزادی و زندگی شرافتمندانه میپردازه. مثلا شما در طول همین 2 سالی که تقریباً 1.5 سال بیشتری که گذشت از قضیه غزه، تا حالا یکی از ساکنین غزه رو دیدید که از حماس شکایت کرده باشه، از کسانی که همین حمله 7 اکتبر رو به راه انداختن شکایت کرده باشه؟ آقای انصاری عزیز، من چیزی که خود بنده با تحقیقاتی که من دارم، من اهالی غزه رو اراده و ایمانشون رو آهنین میدونم، یعنی جزو به نظر من تاریخ راجع به اینها خواهد نوشت که چه انسان‌های با ایمانی بودن. این از این، من شک ندارم که انسان‌های همشون مسلمان‌های واقعی راستینی هستن، اصلا این از این. اما برادر بحث من اینه، اینها با این کاری که کردن دقیقاً مصداق آیه قرآنه که میگه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه بوده. یعنی اینها هیچی گیرشون نیامد. چرا؟ که پشتوانه خوبی نداشتن. ببینید اگر همین 2 تا کشور مسلمان خوب مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل کویت، مثل حالا ایران که علی‌ظاهر با اون روالی که خودشون دارن پشت اینها بود که
بسیار هم نادرست بود این کارشون. اما اگه دو تا کشور خوب پشت اینا بود مطمئن باشید شما اینا حرکتشون به این نتیجه میرسید. ولی وقتی که هیچی اینا ندارن، آقا این چجوری این کار چه دلیلی داشت؟ خب اگر شما اجازه بدید من این رو آزادی رو من قبول دارم. بله اگر اجازه بدید من این صحبتام تموم بشه، به یک نقطه برسیم. ببینید برادر عزیز، شما مثلا الان در ایران هستید یا در هر گوشه از دنیا، من در یک گوشه دیگری، معیارها در نزد هر انسان فرق میکنه. شاید برای اون کسی که امروز مثلا دینش و وطنش و انسانیتش و شرفش و وجدانش رو میفروشه در مقابل پول، میره گوشه‌ای در قصر زندگی میکنه، برای اون زندگی همین است. اما برای اون کسی که میره به خاطر وطنش، به خاطر ایمانش، به خاطر ایدئولوژی که داره جان خودش رو فدا میکنه، عزیزان خودش رو فدا میکنه، اون در یک شاید معیار شرافت و وجدان و انسانیت در نزد او چیز دیگری است. همین آیه‌ای که شما در قرآن کریم ذکر کردید، خیلی از ما مسلمان ها برداشتمون از این آیه برداشت اشتباس برادر عزیز. چون به ما متاسفانه علمای ما چه شیعه چه سنی گاهی اوقات قسمتی رو از یک آیه رو آوردن به خاطر فریب جوامع اسلامی، این رو در بین ما نشر کردن، گفتن ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. یعنی چی؟ یعنی نرید جنگ نکنید مادامی که زورتون نمیرسه. بیایید همین آیه رو در قرآن کریم با هم بخونیم، کامل بخونیم. چی میگه الله متعال؟ من یک لحظه اگر اجازه بدید، یک لحظه فقط اجازه بدید، من این رو چون من این صحبت‌های مهمی دارم، میخوایم با هم دیگه گفتگو بکنیم. الله متعال در سوره بقره آیه 194 و 195 میفرماید فمن اعتدى علیکم، کسی که بر شما حمله میکنه، کسی که بر شما تجاوز میکنه، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، همان گونه که بر شما تعدی کرد شما هم بر او تعدی بکنید. واتقوا الله، و از الله بترسید، تقوا پیشه کنید. واعلموا ان الله مع المتقین، که الله با متقیان است. و انفقوا فی سبیل الله، و در راه خدا خرج کنید، در راه جهاد با خدا، در راه جهاد فی سبیل الله، در راه دعوت فی سبیل الله، یعنی در راه الله متعال. و یعنی بزرگترین خرج فی سبیل الله این است که انسان در جهاد فی سبیل الله خرج بکنه. و انفقوا فی سبیل الله. استاد انصاری عزیز، آیه را اجازه بدید تکمیل بشه. من متوجه فرمایش شما هستم. من راجع به آیه یه نکته کوچیک عرض کنم، بعد شما ادامه بدید. ببخشید. بفرمایید. اجازه می‌فرمایید. ببینید فرمودید فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، درسته؟ بله. من یه مثال برای در صدر اسلام بزنم. آیا مسلمانان اسلام رو کفار به شبه ابوطالب فرستادن یا نه؟ اگر به مصداق این آیه می‌خواستن عمل کنن، آیا قدرتشو داشتن؟ بله. چجوری گذاشته داشتن؟ الان من اونم در مورد اونم اگر اجازه بدید صحبت میکنم. وقتی که در شیبه ابی طالب باشه، در مورد همین آیه شما اجازه ندادید صحبت من منعقد بشه، یک موضوع دیگه رو مطرح کردید. فقط اجازه بدید من در مورد شیبه ابی طالب هم در مورد شیبه ابی طالب هم صحبت میکنم. و الله متعال میفرماید که دوستان اینجا نگاه بکنن. و انفقوا فی سبیل الله، در راه الله خرج بکنید. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، و خود را با دست خودتان در پرتگاه، در تهلکه نیندازید. همه مفسرین و صحابه و اهل بیت در تفسیر این آیه میگن که کسی که خودش رو به تهلکه میندازه کسی است که در راه الله خرج نمیکنه و جهاد نمیکنه. این نیست که شما از جهاد و جنگ دوری بکنید که من اونجا کشته میشم. میایم رو قضیه شیبه ابی طالب. در دوران مکی دوران جهاد نبود، دوران تربیت بود. برای جهاد فی سبیل الله انسانهایی لازم است که تربیت بشن. پیامبر سختی های شیبه ابی طالب، محاصره اقتصادی و اون همه زجر و شکنجه رو در مکه متحمل شدن به خاطر تربیت یک نسلی که فردا در بدر و احد و حنین و خیبر پایداری بکنن. چون معیار در دین مبین اسلام اکثریت و اقلیت نیست. کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره.
چه تعداد از انسانهای اندکی هستند که بر انسانهای زیاد و افزونتر از خودشان پیروز میشن. پیامبر وقتی در جنگ بدر رفتن صلی الله علیه و آله و سلم چند نفر بودن؟ 313 نفر. کفار 4 برابر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود تعدادشون. ببینید معیار تربیت است، اخلاق است. امروز در غزه شما میبینید طرف از زیر آوار، از زیر خاک میاد بیرون، میگه که پدرم کشته شده، مادرم کشته شده، نمیدونم برادرم، خواهرم کشته شده، اما ما در کنار مجاهدین هستیم و تا آخرین قطره خونمون از سرزمینمون دفاع میکنیم. این تربیت است. ما در افغانستان دیدیم که مجاهدینی که با روس‌ها جنگیدن، قربانی دادن، بیش از 1.5 میلیون شهید دادن، روزی که روس‌ها رفتن به جان همدیگه افتادن به خاطر قدرت، به خاطر حکومت. در جایی که تربیت نبود اون وضعیت پیش آمد. در جایی که امروز تربیت هست در فلسطین نتیجه رو داریم میبینیم. به خاطر همین برادر عزیز در 1.5 سال گذشته درست است که ده ها هزار نفر به شهادت رسیدن، غزه خراب شد، اما اگر همین وقایع غزه به وجود نمی اومد، اتفاق نمی افتاد، دروغ بودن حقوق بشر، دروغ بودن آزادی بیان، دروغ بودن نمیدونم حقوق انسان، اینها رو بشریت متوجه می شدن؟ اصلا غربی ها متوجه می شدن که این حکومت های اینها، این سازمان ملل، این سازمان هایی که به نام حقوق بشر سالها مردم رو فریب دادن، اینها دروغی بیش نبوده؟ بله، حرف شما از این نظر درسته آقای انصاری. من که خودم تایید میکنم که حق با غزه است، حق با مردم غزه است و حقوق اینا ضایع شده، شکی نداره. اما عرض بنده اینه، شما در مورد شعب ابی طالب یه فرمایشی رو الان فرمودید که خب من با نظر جناب عالی خب مخالفم، ولی خب احترام میذارم به جناب عالی. فرمایش شماست، نظر شماست، میفرمایید که پیغمبر قدرت داشت مقابله کنه، فعددو به مثل معاذ علیکم داشت اما نکرد، چون میخواست یاراش تربیت بشن. من این فرمایش شما رو به شما قبول نمیکنم، اما در مورد غزه باز هم خدمت شما عرض میکنم به عنوان برادر ایمانی بنده که شما برای تریبون دارید، یه توضیح لااقل قانع کننده‌ای بدید که الان نسبت به اون 1 سال و نیم گذشته که این آقایون این کار کردن، گذشته از این که بله حقوق بشر مشخص شد و دادگاه لاهم اسرائیل رو محکوم کرد، این یکی از نکات مثبتش بود، اما شما دو کف ترازو رو باید نگاه کنید، ببینید چی گیره اینا اومد، چه حجم ویرانی و چه آینده مبهمی در انتظار ایناست. من نگرانیم بزرگ از این آینده اینهاست که چی میخواد به چه بلایی بر سر اینها بیاد. آیا اینها رو خدای نکرده میخوان واقعا بفهمه؟ خواهش میکنم ادامه بدید. آیا من منظورم اینه، آیا این قدرت‌های جهانی واقعا میخوان این نقشه شومشون رو عملی کنن، اینا رو از این کشور، این که بعد این کشور واقعا همه تمام جهان دید اینا چه ایثاری کردن، چه جوری خون دادن، واقعا اینا رو میخوان بیرون کنن با قدرتی که دارن. این آینده مبهم اینا خیلی به نظر من مهمتر از این کاریه که اینا کردن تا حالا. شما ببینید وقتی با یه میگه در کف شیر نر خونخواره‌ای جز غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای، وقتی که در مقابل یک ابرقدرتی قرار گرفتی که کاری از پیش نمیبری، مگر اینکه ببینید من نمیخوام خدای نکرده فکر بد راجع به این آقایون بکنم، چون واقعا انسان‌های با شرافتی هستند، مسلمان‌های راستینی هستند، اما اگر یک قضیه سیاسی پشت این مسئله نبوده، من احساس میکنم این مسئله سیاسی پشت قضیه بود که اینها همچین انتحاری کردن در واقع. و یعنی هیچ عقلی اینو قبول نمیکنه که تو بدون پشتوانه. ببینید زمان صدر اسلام، پیغمبر اسلام اگر روز به روز رو به تعالی و پیشرفت رفت، به خاطر اینکه واقعا اولا که هدف اینا اسلامی بود، مقدس بود و خدا پشت اینا بود، خدا حمایت میکرد اینا، چون خدا میخواست این دین رو توسط اینها معرفی کنه و خدا در واقع متضمن این پیروزی اینها بود. ولی این آقایون که این کار کردن برادر، واقعا باعث تأسفه که چه اتاق فکری پشت این قضیه بوده که امروز ما باید بر آینده اینها نگران باشیم. خدا میدونه.
درست. خب من یک تصویر رو خدمت شما نشون میدم، این رو با هم ببینیم. این صفحه ای است از روزنامه الدستور، روزنامه مال مصر هست. خب دوستان اگر این روزنامه رو نشون بدن، این روزنامه برمیگرده به سال 1948 میلادی. روزنامه مصری هست به نام الدستور. میگه که بدء تفریق قطاع غزه من السکان، شروع خالی کردن نوار غزه از سکانش. میگه اتصالات عربیة عاجلة لوقف خطة إسرائيلية ضد 300,000 مواطن عربی في قطاع غزه. میگه که تلاش های کشورهای عربی برای به اصطلاح ایقاف برنامه اسرائیل بر علیه 300,000 شهروند عربی که از غزه قرار است اخراج بشن. ببینید قضیه اخراج این مردم از نوار غزه مال امروز نیست که ترامپ اعلان کرده که انشالله این آرزوش رو با خودش و کابینش و کاخ سفیدش به گور خواهد برد. این در سال 1948 هم همین برنامه رو اعلان کردن، اما غزه ماند و همه اونایی که این برنامه رو داشتن رفتن. من فقط اینو خدمتون عرض کنم برادر عزیز که مردم غزه هم خدایی دارند که مهربان است، که حکیم است، خدایی دارند که قهار است، جبار است. و یقین داشته باشید این خونهایی که ریخته شده و این خانه هایی که خراب شده این بی جواب نخواهد ماند. و اینکه شما میگید بله شک ندارم. بنده شک ندارم به این مسئله، بنده شک ندارم، ولی برادر عرض من همونی بود که خدمت شما گفتم و دوباره تکرار میکنم. حق با این هاست و حق با این هاست و حق با این هاست. اما تا جایی که پیغمبر اسلام قدرت نداشت نجنگید. وقتی که رفت به مدینه انصار باش متحد شدن، یار پیدا کرد، اسلام هم قدری رشد و نمو داشت، اون موقع شروع کردن به جهاد و به هر حال عرض بنده اینه. به نظرات شما من احترام میذارم. سلامت باشید برادر عزیز. امیدوارم که همونجور که شما فرمودی خدا که ما میدونیم جباره و خدا که میدونیم رحیمه رحم کنه به این اهالی غزه و آمین. دیگه کشورشون سرزمینشون از اینی که هست دیگه لااقل کوچیک‌تر دیگه نشه. نسبت همون روزنامه که شما نشون دادی اون موقع غزه ببینید چقدر بوده، به مرور هی کوچیک‌تر شد دیگه. این یعنی اما وعده الهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در آخر زمان از پشت هر سنگی و درختی صدا میاد که ای مسلمان بیا که این یهودی در اینجا پنهان شده است. و اینکه پیروزی در آخر نصیب مسلمان است ما هیچ شکی نداریم، این وعده الله و رسولش است. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار.